3 بار برنده شدی. اون جایزه رو نگاه کن. خودت نگاه کن. من فقط یه مش ظرف تو خالی میبینم. همین الان کاپ پیستون رو از دست داده. میدونی؟ یه روز یه ماشین قدیمی بهم گفت اون کاپ طلایی فقط یه ظرف خالی. بوسان یکی دی چیدش در اومد. کش من انقدر بیپلس نبودم و وینچسترم هم هم و تو بیزنس نبودم و شیفت چیدت نبودم. چرک امور پیشم با 16 تا پیشم. You knew I was the Dragon Warrior. You always knew. But when Uguay said otherwise, what did you do? What did you do?